این یک برنده، این یک کامیونیتیه، این یک برنده، این یک کامیونیتیه. الان بهتون میگم چطور با رسانه‌های اجتماعی بتونید یک کامیونیتی یا جامعه هدف بسازید. راجع به کسب و کار مورد علاقه خودم حرف میزنم. کافه ها یکی از بهترین راه‌ها برای این کار لیست کردنه. اینکه گوش کنید ببینید مخاطبا از چه طعمی یا از چه نوشیدنی خوششون میاد، چه محصول منحصر به فردی است که اونا رو جذب کنه. میدونید چی میگم؟ داشتن یه محصولی که بقیه کافه‌ها ندارن. این شما رو متمایز میکنه. میتونید هر دفعه یه محصول خاص داشته باشید. همچنین خیلی مهمه که محتوای تولید شده توسط کارمنداتون داشته باشید. EGC. این میتونه به سادگی محتوای طنزی باشه که کارمنداتون درست میکنن و تو شبکه‌های اجتماعی خودشون منتشر میکنن، یا معرفی نوشیدنی‌های مورد علاقه باریستاها. کافه فقط درباره قهوه نیست، شما باید یه جو ایجاد کنید تا بتونید یه جامعه بسازید. این ویدیو مردم رو برای بازدید از کافه‌تون ترغیب میکنه، نه فقط برای قهوه. و حتما ویدیوهای پشت صحنه رو هم منتشر کنید. هرچی بیشتر منتشر کنید، بیشتر مشتری‌ها رو به دنیای خودتون راه دادید. محتوای درباره صاحب کافه منتشر کنید. اونا رو درگیر روزمرگی خودتون بکنید. حتما از این چیزایی که گفتم تو ویدیوهای بعدیتون استفاده کنید.